اومدم ناخونمو درست کنم. صدام گرفته چون حساسیت فصلی دارم دوستان. احتمالا صورتی کنم ناخونمو نمیدونم. یه دمنوش درست کردم، توش 1/2 قاشق به اینا میگن چایخوری. این مربا خوریه؟ چایخوری پس چیه؟ وای اونجا نوشته چایخوری، من همه رو با این ریختم. چایخوری، اینو بدش کنه. 1/2 قاشق زردچوبه، 1 هم دارچین، 1 هم فلفل، یه ذره آب لیمو، آب جوش، زنجبیل، همین دیگه. عسلم باید آخر سر بهش اضافه کنم. اسم این عسلمون هم شمیمه. فوکس نمیکنه. خیلی مزه ناجالبی داره. بیا دیگه. بابا بیا دیگه، یعنی چی گرمش میکنم بخوام؟ یه قلوب میخوای تست کنی، نگفتم همشو بخور. خیلی ناز داری تو. من بیرون وایسا. خوبه که مامان بخدا دیگه از کسی که سیرابی و کله پاچه میخوره من نباید این سوالو بپرسم. نه حالا بد نیست ولی خوبم نیست خدایی.
هم فراموش نمی کند که قبلا هم توی یکی ویدیوهای دیگه هم گفته بودم که اینو دارم میخونم، ولی کلا بکنم 70 صفحه، اینو بیشتر ازش نخوندم تا الان. اونم دلیلش اینه که خیلی کتاب علمی و پزشکی طوریه و این چی میگم، مثلا کتاب خوندم برای من این شکلیه که ترجیح میدم یه رمانی باشه، یه چیزی باشه که مثلا بشه روون خونده شو اینا. خب این طبیعتا اون حالت رو نداره و سر همین هم این شکلی نیست که بتونم هر شب بخونمش، مدام بهش فکر کنم، وقت بذارم و اینا. و زیادم البته سخت نمیگیرم به خودم، ترجیح میدم هر وقت که مودم هست کتاب رو بخونم که الکی نخوام فقط تمومش کنم و اینا. بعد الان داشتم یه تیکش رو میخوندم و گفتم که خیلی جالب میشه اگه بیام راجبش صحبت بکنم. روی مغز یک سری افراد اومدن چی میگن پژوهش انجام دادن که ببینن واکنش مغز انسان ها، این کره چپ و راستشون، توی مواجهه با خاطرات گذشتهشون و فلاش بک زدن هایی به ترومایی که داشتن چجوری عمل میکنه. و حالا یه تیکش داره توضیح میده که کلا مغز فرایندش چجوریه و گفته که کلا عده‌ای توی جهان هستن که به چپ مغزها و راست مغزها معروف هستن. چپ مغزها آدمایی هستن که منطقی هستن و معقول ترن و راست مغزها آدمایی هستن که شهودی هستن و هنرمندن. و اینجوریه که دو نیم کره مغز با هم دیگه فعالیت میکنه و اگر یکی از این کره های مغز به هر دلیلی به طور موقت یا کلا حالا قطع ارتباط کنه با این کره دیگه، خیلی دچار مشکل میشه اون فرد. که توی جراحی های مغزی قبلا خیلی پیش میومد که مثلا دو تا نیم کره مغز با هم دیگه قطع ارتباط میکردن که فرد دچار یه سری ناتوانی هایی میشه. یه ناحیه‌ای توی مغز هست که وقتی که افراد میان توی موقعیتی قرار میگیرن که فلاش بک میزنن به گذشتهشون و موقعیتی که مثلا تروماتایزشون کرده، این ناحیه مغز که توی نیمکره چپ مغز که بخش منطقی مغزمونه هست خاموش میشه، از کار میفته و باعث میشه که مغز ما نفهمه که اون موقعیتی که ما توش فلاش بک زدیم مال قبله و واکنشی که بدن ما، مغز ما داره، اون تپش قلب ها، اون اضطرابی که تجربه میکنه به یه شکلی هست که انگار همون لحظه اون اتفاق افتاده و سر همینم هست که این اتفاقا میفته. چرا؟ چون اون لحظه منطق مغزمون انگار خاموش شده و ما نمیتونیم فرق اینو متوجه بشیم که اون اتفاق قبلا افتاده. خیلی برای من عجیب بود چون اصلا همچین چیزی رو نمیدونستم و همیشه برام خیلی عجیب بود که چرا حتی زمانی که تو فکر میکنی یه مسئله مووان کردی، وقتی که بهش فکر میکنی یه موقعیت مشابه میفته اینقدر تو به هم میریزی. حتی زمانی که از اون قضیه گذر کردی و مووان کردی. خیلی عجیب بود واسم. الان میفهمم، الان همه چی خیلی منطقی به نظر میاد برام. کتاب جالبیه واقعا، اگه به این مسائل علاقه دارید واقعا بخونید چون خیلی قابل فهم توضیح میده همه چی و اصلا میگم حالا علمی و پزشکیه ولی اصلا غیر قابل فهم نیست، خیلی راحت میشه فهمید. این جوش من صبح نبود، اگه تو ویدئوهای قبلی نگاه کنین این نبود، شبیه هندی ها. الان یه دونه جوش در آوردم. سلام آقا، با مامانم رفتم بیرون خرید. خب بعد اینو بگم اول همجوری یه نرم سر اصل مطلب. الان جمعه ساعت 9 شبه. بعد رفتم با مامانم خرید و بیاید خریدامو بهتون نشون بدم. من اینو تو اینستا دیده بودم همون اولا که اومده بود
عاشقش شده بودم و نخریدم، ولی امروز که دیدم اصلا عکس گرفتم. خیلی دوستش دارم. اینو گرفتم. بعد یکی دیگه هم دیدم، از اینم خوشم اومد. این واسه ترجیح همینه که واسه بیرون باشه، چون یکم تو خونه سخته پوشیدنش به خاطر این بیلبیلکی که اینجا داره، ولی توت فرنگی دوست دارم. اینجاش هم یه دونه. اینا رو تو پا من بهتون نشون میدم. ببینین چقدر توپا خوشگله. اینم که ترجیحاً واسه بیرون گرفتم، ولی خیلی جالب و راحته. چه خریدم که دامن بدوزم باهاش. این پارچه منه، خیلی قشنگ نیست، شبیه پرشیه، شبیه فرش ایرانیه، یعنی قشنگ تر فرش روشه دیگه، شبیه نه. خیلی دوستش دارم، به نظرم خیلی با منظر میشه. وسیله بهداشتی گرفتم به اضافه اسپری های مارال. اینو قبلا داشتم، آرگان خیلی خوشبوه و برای بذار بخونم، مناسب موهای آسیب دیده، محافظت از مو، رفع موخوره، بعد شوره رو از بین میبره، برای اونایی که موهاشون رو دکولوره کردن و موهاشون آسیب دیده مناسبه و خیلی هم خوشبوه. من اینو میگم چند بار قبلا استفاده کردم، بعد دیگه نمیدونم چی شد که دیگه نخریدمش. حالا امروز اینو دیدم که این بیشترین چیزی که داره اینه که برای محافظت از مو در برابر حرارته، که من چون موهامو اتو زیاد میکشم و نمیتونم از این عادت زشتم دست بردارم، اینو گرفتم چون که روش نوشته که تا 200 درجه از مو محافظت میکنه و اینکه برای انواع مو مناسبه. بعد دیگه چی نوشته؟ تقویت کننده و تغذیه کننده مو و رفع موخوره. قیمت هاشونم راستش نمیدونم، ننوشته. این بوش چجوریه؟ دماغم هم کیپه. خیلی بوی صابونی و خوبی داره، پرام. ببینم همون بویی داره که انتظار دارم. اینم بوش همونجوری خیلی صابونی و خوبه، ولی این از این بوی گلی تری داره، ولی جفتشون بویشون خیلی خوبه، بوی تمیزی میدن. خمیر دندون بیسویک خیلی تعریفش رو شنیدم، میگن که اونایی که مثلا هم ماربیس استفاده کردن هم این گفتن که مثلا اینم خیلی مثل ماربیس خیلی خوبه و قیمتش خب خیلی کمتر از ماربیسه. چند تا مسواک گرفتم به اضافه این ژل واسه وقتایی استفاده میکنم ازش که موهامو میخوام فر کنم. توی یکی از ویدیوهام فکر کنم دیدین که از این استفاده میکنم. اینو با آب رقیق میکنم میزنم به موهام و قشنگ همونجوری فرامو نگه میداره، ولی فکر کنم کار اشتباهیه چون که تا جا که میدونم به مو آسیب میزنن اینا. اما اگه اتانول نداشته باشه که داره اوکیه، ولی خب این داره متاسفانه. قشنگ روش نوشته اتانول داره. چند تا وسیله بهداشتی دیگه هم گرفتم که یه کرم پودر شون خریدم. اینو الان چند سال داریم استفاده میکنیم و خیلی خوبه. بعد رفتم یه جایی، اولا که کل شهر رو گشتم دنبالش و پیدا نمیکردم، با اینکه شون یه برند ایرانیه و قانونا باید همه جا داشته باشن، ولی هیچ جا نداشتن. این دوربینم داره میره. بعد اتفاقی که افتاد، رفتم توی مغازه‌ای، برگشتم به فروشنده گفتم که کرم پودر شون دارین؟ گفتش که نه. بعد من با خیلی حالت ناراحت گفتم ای بابا من چرا جا پیدا نمی کنم.
تخم چشم زل زد و برگشت گفتش که شاید چون خیلی آشغاله هیچ جا نمیارن. منی که همون لحظه اون آشغال رو پوستم بود. خیلی حرف زشتی زد، ولی بعد دیگه من خیلی ناراحت شدم از رو بخواد. ولی رفتم یه جای دیگه اون آشغال رو پیدا کردم، چون چندین سال من دارم ازش استفاده میکنم و خیلی عالیه. حالا امروز رفتم اون رو بالاخره پیدا کردم، گرفتم. این دوتا روژ هم برداشتیم. این رنگیه که مامانم پسندید، این رنگیه که من پسندیدم. تفاوت سلیقه‌هامون توی روژ اینه که من توناژ بنفش و قهوه‌ای دوست دارم، مامانم توناژ صورتی دوست داره. ببینیم جالبه رنگش. کاش روی این نزنم. بذار من پاک کنم بیام. ماسکم گرفتم. من قبلا از این استفاده کردم، اوکی بودم. اینجوری ماسکام میگه داشت ته میکشید، همونجوری دوتا همین رو برداشتم به اضافه یه دونه این. خوبه ها. فکر میکردم خیلی صورتی تر باشه. از اینم خوشم اومد. معمولا روژایی که مامانم میگیره به من نمیاد، ولی این خیلی رنگش نچرال و اوکیه. دوباره پاک کنم و یکی رو بزنم. از اونی که مامانم گرفت بیشتر خوشم اومد. متاسفم. خب دیگه اینم از خریدای من. پولم تموم شد.